در سرزمینی دور پادشاه جوانی در قلعه‌ای با شکوه زندگی می‌کرد. او دلباخته دختر زیبای یکی از درباریان بلند مرتبه شده بود. پادشاه احساسش را با او در میان گذاشت. دختر نیز عشق او را پذیرفت و تصمیم گرفتند پس از بازگشت پادشاه از جنگ مراسم ازدواجشان را برگزار کنند. اما در دل قصر دو دختر حسود و بدجنس که مدت‌ها آرزو داشتند پادشاه عاشق آنها شود، از این راز باخبر شدند و تصمیم گرفتند دختر بیگناه را از میان بردارند. آنها از یکی از خطرناکترین جادوگران شهر زهر کشنده‌ای خواستند. پس به اتاق دختر رفتند و سیبی را که در اتاقش بود به آن زهر آغشته کردند. صبح روز بعد دختر غافل از همه جا سیب را خورد و ناگهان نقش زمین شد. یکی از سربازان که در همان حوالی در حال گشتزنی بود صدای گفتگوی پنهانی دو دختر بدجنس را شنید. وقتی آنها فهمیدند که کسی حرفهایشان را شنیده، وحشت زده از قصر فرار کردند. خبر به سرعت به گوش قصر رسید. یکی از سربازان را به سوی میدان نبرد فرستادند تا ماجرا را به پادشاه گزارش دهد. پادشاه با شنیدن این خبر خشمگین و اندوهگین به قصر بازگشت و به بهترین و وفادارترین سرباز خود دستور داد تا آن دو دختر را بیابد و به مجازات برساند. گروهی از نیروها به تعقیب آنان پرداختند و سرانجام هنگام فرار با یک کشتی آنها را یافتند. سربازان کشتی را به آتش کشیدند و آن دو دختر خیانتکار در میان شعله‌ها جان باختند. اما هنوز دختر محبوب پادشاه بیهوش بود و امیدی به بیداریش دیده نمیشد. در همان زمان جغد دانای قلعه که سالها همراه خاندان سلطنت بود به پادشاه خبر داد که در شهری درب جادوگران و شعبده‌بازان زندگی می‌کنند و شاید پادزهر این سم در آنجا یافت شود. پادشاه فوری یکی از افراد مورد اعتمادش را به آن شهر فرستاد. او پس از سفر طولانی نزد بانوی جادوگر رفت و پادزهر نایابی از او گرفت و به قصر رساند. خدمتکار پادزهر را به دختر بیمار خوراند و همه منتظر ماندند. چند روز گذشت تا اینکه سرانجام ملکه آینده چشمانش را گشود. شادی سراسر قلعه را فرا گرفت. پادشاه و محبوبش مراسم ازدواج با شکوهی برگزار کردند و مردم روستا نیز با شور و پایکوبی در جشن آنها شرکت کردند.